این کوههای ناحیه یفتلی پایان ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان برای استخراج طلا از این راهی باریک و پرخم و پیچ عبور میکنند تا به دل کوه برسند. سفر محمدی 65 ساله 11 سال این جانب از این موضع طلا استخراج میکند. با وسایل برقی در عمق 25 متری کوه سنگ را پرمه میکنند و سپس آن را بیرون میکشند. همینجا 15 نفر که اومدیم نمی خاطر غریبی که 4 پا ما همین زیر خاک پیدا کنیم. رفتیم ایران، رفتیم ترکیه، رفتیم تمام جا رفتیم، ردیمت شدیم، بیاب شدیم، بیشتر شدیم، دیدیم کار پیدا نکردیم. ایدیسی بیکاری نمی زیر زمین نمی غریبی میکنیم. روزی 300 400 500 250 روپا بنخسو با توان گیرمون بیا که روزمون پیش برم. عبدالرقیب طلاکار دیگر و از رفیق‌های سفر محمد پس از هفته‌های جستجو در سینه کوه توانسته است رگ طلا را پیدا کند. وی میگوید استخراج طلا از اینجا بسا کار سخت و سنگینی است و در جریان پرمکاری ده‌ها کارگر معدن پیش چشمشان زیر سنگپاره ها ماندند، ولی برای پیدا کردن لقمه نان آنها مجبورند این کاری خطرناک را ادامه بدهند. این همین رگ طلا، این همین رگ سرخ است، این همین معلوم است هم میبینین. دیگه همین زیر زمین کافتر رفته هستیم که تقریبا قسم چاوار رفته هستیم 25 متر زیر زمین رفتیم. در وطن دیگه کاربار نباشه، دیگه دورده میره همه کشته میشه، نفر دیگه چیز نداره. اما به گفته مقامات در افغانستان به این شکل به استخراج طلا مشغول شدنی سفر محمد و همراهانش غیر قانونی است. آنها محصولی که با زحمت زیاد به دست می آورند غیر قانونی می فروشند. تجارت نه تاخر میان، این داخلی هستن، اینو بعد پیش ما میخرن، بعد اونو میبرن 4 پا اونو غریب میکنن. سفر محمد باید سنگ‌های استخراج شده را توسط خر به پایان لب دریا برد، جایی که یک دستگاه برای میده کردن سنگ نصب شده است. ما سنگ از اون بالا که میاریم در ماشین آرد میکنیم. حالا فعلا ماشینمون یک پرده میده کرد خراب شد، تاخر روی کردیم، در جا که آرد میکنیم اینو میبریم در مرکب بالای دریا بود میشیم. سنگریزه های طلادار را بالای سفره عبارت از خار، پوستی گاو و نمد میریزند و با آب میشویند. رگ و مواد دیگر را آب میبرد، اما ذخیره های طلا در نمد و پوستی گاو حفظ میشوند. در پایان چنین روزهای پرمشقت سفر محمد و همراهان او از 5 تا 10 گرم و گاه بیشتر از آن طلا به دست میآورند. تونالی که همون جایی که ما نشان دادم همون را باز میکنیم، میاریم، باز میکشیم، آرد میکنیم، آرد میاریم اینجا میشویم و چیزی بعد اومد این همیست دیگه، نتیجهش همیست. بنابر قانون‌های افغانستان ثروت‌های زیر زمین در این کشور باید بر اساس اجازتنامه صادر کرده حکومت استخراج شود. مقامات محلی میگویند گروه‌های شورشی در منطقه‌های زیر نظارتشان به استخراج غیر قانونی ثروت‌های زیر زمینی و معدن‌های گرانبها مشغول می‌شوند. حالا مقامات امنیتی افغانستان تلاش دارند از موردهای غیر حرفه‌ای و غیر قانونی استخراج طلا در ولایت بدخشان جلوگیری کنند. یک کمیسیونی تشکیل شده متشکل از نهادهای نظامی و نهادهای ملکی است و این را بررسی میکنن از چند روز به این طرف و یک بخشی از این را فعلا جلوگیری کردن. مسیری که سرک بوده و دریا بوده و به طور کل مسیری که تحت حکومت دولت باشه قطعا ما جلوگیری میکنیم و اجازه استخراج غیر قانونی به هیچ کس و به هیچ شخصی داده نمیشه. در این منطقه تنها سفر محمد نیست که از راه استخراج طلا خرج روزگار خود را پیدا می کند. با گفته مقامات محلی صدها تن دیگر نیز در نقاط مختلف این ولایت به همین کار مشغولند. آنها میگویند اگر حکومت مانع کارشان شود جای دیگری برای کار و درآمد گرفتن ندارند.